میخواهم ذکر مصیبت خدمت شما روزه بخوانم. خداوند این سینه‌زنی و روزه خوانی ما و شما را قبول بگردانه و در روز قیامت از شفاعت امام حسین ما و شما را محروم نگردانه. صلوات را ختم نمایید. روز دوم محرم الحرام کاروان ابی عبدالله وارد سرزمین کربلا شد. وقتی امام حسین با اصحاب انصارش وارد زمین کربلا شد، بر روایت میگه اسبی امام حسین قدم از قدم بر نداشت و امام حسین هفتش تا اسب را عوض کرد، هیچ کدام اونا قدم از قدم بر نداشت. و ابی عبدالله از طایفه بنی اسد سوال کرد، گفتی سرزمین چه نام داره؟ و طایفه بنی اسد فرمود این زمین را شط فرات میگوید. اما وقتی امام حسین اسم کربلا را شنید، آقا ابی عبدالله به سرزمین کربلا خطاب داره و این خطاب امام حسین شاعر به شعر سروده. منم میخوام خدمت شما نظمن بخوانم. اگر شما حاجت دارید امشب حاجتان را از ابی عبدالله بخواهید. گفتم ای زمین کربلا سوی شتابان آمدم، با خود نه تنهای زمین با نوجوانان آمدم. آقا ابی عبدالله به سرزمین کربلا خطاب میکنه، میگه ای زمین کربلا با خبر باش، امروز امام حسین با جوانانش آمده، با علی اکبر و قاسم آمده است. گفتا ای زمین کربلا سوی شتابان آمدم، و خود نه تنهای زمین با نوجوانان آمدم. گفتای زمین کربلا 6 ماه اصغر با من است، و حنجرش آماده ای و حنجرش آماده بهر تیر پیکان آمدم. زمین کربلا من امروز فرزند کوچک و 6 ماهم علی اصغر را با خود آوردم، آغوش خود عباس کو. گفتم ای زمین کربلا 6 ماه اصغر با من است، و حنجرش آماده بهر تیر پیکان آمدم. و ای زمین کربلا فخری دو عالم زینب است، و کربلا با زینبی زار و پریشان آمدم. زمین کربلا امروز حسین تنها یادگار مادر زهرا زینب کبرا خواهرش با خود آورد، آغوش خدا باز کن. گفتم ای زمین کربلا فخری دو عالم زینب است، و کربلا با زینبی زار و پریشان آمدم. و ای زمین کربلا عباس سرداری من است، و با ابوالفضل جوان سقای طفلان آمدم.
زمین کربلا ما برادرم ابوالفضل آوردم که از خیمگاه حسین پاسبانی بکنه، از بچه های حسین پاسبانی بکنه. همینجا بود که امام حسین به اصحاب انصار مخصوصا به ابوالفضل علی اکبر دستور داد، گفت از لاقه ها پیاده شویم خیمه ها رو استوار بکنید، اینجا محل شهادت ماست، اینجا محل اقامت ماست. امام حسین به ابوالفضل علی اکبر چه خطاب میکنه؟ گفت الا یاران مزارعا شقانی به سر است اینجا، بهشتی غنچه هاولا آلهایی پر است اینجا. نگه دارید و محمیلی هواداران خدا داند، که رنگی آسمان از خو آن حلقی اصغر است اینجا. سری خونین من برقه چشم دخترم برنای، تنی صد چاک من بر رو یه دستی خواهر است اینجا. ابوالفضل و علی اکبر بچه های حسین از ناقه پیاده کردن، خیمه ها رو داره استوار میکنه، خیمه ها رو داره نصب میکنه، اما دلها بیسازه به حال بچه های حسین که روز عاشورا تنها زینب بچه ها رو سوار محمل نمود. زینب میگه دیدم برادرم حسین یک گوشه نشسته با خود گریه و ناله داره. اینجا عبدالله بس با خدایش یک راز نیاز داره. چی میگه عبدالله؟ گفتم الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم، نه تنها سر برآید بل که از سر بهتر آوردم، برای آن که همدردی کنم با مادرم زهرا، برای خوردن سیلی 3 ساله دختر آوردم، علی را در غدیری خون نبی بگرفت روی دست، ولی من روی دستی خود علی اصغر آوردم. عمه سادات زینب میگه دیدم برادرم حسین یک گوشه زمین کربلا را داره سمچینی میکنه، رفتم نزدیک عرض کردم برادر چرا اینجا را سمچینی میکنی؟ عرض کرد خواهرم زینب اینجا گودال قتلگاه برادرم حسین است. زینب رفت خدمت برادرش حسین و برادرش حسین عرض میکنه برادر من از اینجا خیلی میترسم، از این بیابان خیلی واهمه دارم، برادر بیا برگرد پس به مدینه بریم. این زمزمه های زینب هم شاعر به شعر سروده و خدمت شما از من بخوانم التماس دعا. چی میگه؟ گفتم اگر چی خاطراتم است مدینه تلخ و خونبار است، بیا برگرد و شهری ما درد کف دل آزار است. برادر جان امام حسین در مدینه مردم پهلوی مادرم زهرا را شکستن، محسن مادرم را زهرا را سقط کردن، اما من از اینجا خیلی میترسم، بیا برگرد بیا بریم مدینه. گفتم اگر چی خاطراتم از مدینه تلخ و خونبار است، بیا برگرد و شهری ما درد کف دل آزار
است همه را مگذار به تو دست تو گیری قافله باشم اسیری زجری خالی و از سنام حرمله باشم بیا برگرد شهری ما درم گرچند غمبار است که تیری حرمله دنبا علی چشمانی علم دار است که تیری حرمله دنبال چشمانی علم داره.